وزارت مدافع روسیه روز جمعه 14 ینور خبر داد که نیروهای تاجیکستان و ارمنستان و بلاروس از هیئت نیروهای حامی صلح اودیکبه در قزاقستان با هواپیماهای ایل 76 ارتش روسیه به کشورهایشان برگردانیده شدند و تنها بتالیون قرقیزستان با تکنیک نظامی که دارند خودشان مستقلانه به قرقیزستان برمیگردند. هیئت شخصی و تکنیک واحدهای جمهوری تاجیکستان از هیئت نیروهای حامی صلح اودیکبه که وظیفه خود جهت حمایت از انشاءات از لحاظ اجتماعی مهم را در جمهوری قزاقستان انجام دادند توسط هواپیماهای حربی و نقلیاتی نیروهای هوایی و کیهانی روسیه از فرودگاه الماتا به خانه برگشتند. نقل قول کرده است خبرگزاری اینترفاکس از اطلاع رسمی وزارت مدافع روسیه. روز 13 ینور پرزیدنت قزاقستان قاسم ژامارت توقایف شخصا برابران کشورهای عضو اودیکبه زنگ زده به آنها برای ارسال نیروهایشان به قزاقستان اظهار تشکر کرد. توقایف از جمله همتای تاجیکش امامعلی رحمان را خبر داد که حربیان تاجیک علیه روز 14 ینور از قزاقستان به وطن برگردانده می شوند. تاجیکستان بنا به اطلاع دریافتی به قزاقستان 210 سرباز و افسر فرستاد. آنها را روز 7 ینور از فرودگاه عینی در کنار شهر ایسور نیز با هواپیماهای حربی ارتش روسیه به قزاقستان انتقال داده بودند. یادآور می‌شویم پرزیدنت قزاقستان قاسم ژامارت توقایف روز 5 ینور در پی اعتراضهای گسترده در کشورش این حادثه‌ها را حمله از بیرون و کار دسته‌های تروریستان نامیده از سازمان اودیکبه کمک حربی خواست. علیه روزهای 6 و 7 ینور کشورهای عضو اودیکبه به قزاقستان حدود 4000 عسکر فرستادند، ولی مقامات قزاقستان تا کنون یگان دلیل حمله خارجی به این کشور و دست داشتن تروریستان در اعتراضهای اخیر را پیشکش کردن نتوانستند. توقایف روز 11 ینور اظهار داشت که مأموریت نیروهای اودیکبه در قزاقستان به انجام رسیده و از 13 ینور خروج آنها شروع می شود که یگان 10 روز را در بر خواهد گرفت. مقامات حربی روسیه می گویند که خروج نیروها شاید الکی تا 19 ینور انجام داده شود، ولی مخالفان قزاق در تشویشند که یک قسم نیروهای روسیه شاید در قزاقستان برای دائمی باقی بماند.